بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، قسمی که شما در جریان هستید، ما کمپاین جمع‌آوری جمپرها را برای انداخته بودیم که در این مدت الحمدلله 2 یا 3 هفته نزدیک به 500 تا 600 جمپر ما توزیع کردیم. امروز هم در کنار نونهالا هستیم. عزیزایی که خاطر که جمپرش بس در پلاستیک مونده در کنار عزیزایی که اینا اکثرا از خانواده‌هایی هستند که البته اینا یتیما هستند، عزیزای ما هستند، برادرای ما هستند، خواهرای تن ما هستند. امروز جمپرها به اینا پوشانده شده، فکر کنم 60 نفر بودن و روز قبل نزدیک به 100 نفر پوشاندیم و به این شکل این روند ادامه داره. شما میتونید با 5 یورو که معادل 8 دلار آمریکایی میشه به یک کودک یک جمپر بپوشانید و یکی با 4 دلار به این شکل بود. و این انشالله ما قرار است آخر زمستان نزدیک به 5000 کودک بپوشانیم. هفته بعد به کار خود انشالله سرعت میدیم و این کار ناممکن است مگر که شما هم به این روند کار خیر در واقع سهم بگیرید. در قسمت پایانی کلیپ شما لینک ها را مشاهده میکنین. اگر توانی ندارین حتما با دوستانتون شریک کنین یا این کلیپ را شیر کنین. جمپر خوشت آمد حبیبی؟ گرم است؟ خب پشتو میگی فارسی؟ پختو ده صحیح ده؟ ها بزن که اگر پرفکت ده؟ ها چه خوب هستی خودت؟ صنف چند هستی؟ صنف 7. چند نمره هستی حبیب؟ اول نمره. ماشاءالله اول نمره هست. جمپرت خودت چند جور است؟ خیر باشه. دوستا کلیپ حتما با استادتان شریک کنین. سلام علیکم و رحمت الله. العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهى